دوران مکانیکی توی مهندسی سبز میرسن به هم دیگه، یعنی یه رشته میشن. دوران مکانیک یعنی هم ما میتونیم ادامه بدیم هم شما. بهش میگن گرین بیلدینگ یا مثلا شنیدی در موردش؟ نه حتما مثلا تو اینترنت ریسرچ بکن در موردش که اصلا گرین بیلدینگ چیه یا مهندسی سبز چیه. در واقع میان مهندسی انرژی، در واقع صرفه‌جویی در مصرف انرژی، شیشه های ویژه داره، نه دیوارهای ویژه داره، همش در مورد اینجور چیزا میاد در واقع صحبت میکنه و تحقیقات میکنه. مثلا اون شاخه‌هایی که واقعا فکر میکنم خیلی روش کار خواهد شد. بزرگترین مشکل دنیا انرژی دیگه. باید سعی کنید خودت برای خودت مشخص کنی میخوای چی کار کنی. اگه واقعا میخوای موفق باشی حتما خودت مشخص میخوای چی کار کنی و توش کار کن. اصلا هیچ جا کار نکنی اینترنت مقاله بخون و سعی کن در بیاری سرهم کنی، سعی کن خودت مثلا یه درک کوچولویی بکنی. خود اینا برای آدم موفقیت میاره. دانشت که بالا بره در نتیجه اطلاعاتی که بالا بره راحت میتونی برای هر کاری که اپلای هم میکنی خود اونا راحت تر کسی که وارد باشه میخوان تا اینکه کسی تازه میخواد اطلاعات داشته باشه. به مطالب و پاس کردن واحدهای دانشگاهی اکتفا نکن. نرم افزارها که خیلی مهمه. زبان از همه مهمتره، نه تایید رشته‌ای که میخونی مهمتره. زبانم انتها نداره. این نیست بگی من 10 ترم رفتم تمام شد آخرش رسیدم. اونایی که استادم هستن هنوز به نظر من جا دارن. برای ما فارسی رو ادبیات زبون مادری ما نیست، ولی رشته این ادبیات وجود داره که میرن یک کسایی دوباره فارسی میخونن. زبان هم همینجوری انتهایی نداره. باید بخونی که دیگه واقعا توش حالا نیتیو کار سختی آدم فلوئنت باشه، روون باشه توش، ولی انرژی بذار رو زبان. این تنبل نکنه یه ذره حرکت نمی‌کنی می‌بینی؟ بچه حرکت کن. حرکت، پشت تو برکت. میاره سر